салом дуруд бинандагони шабакаҳои иҷтимоӣ рӯзномаи хатнон Алишери Абдулмаҷид ҳастам бо шумо. Чӣ гунае ки ба ҳамагон маълум аст, имрӯз дар саросари ҷумҳурӣ табақаи ниёзманди ҷомеа маълулон таҳти таваҷҷӯҳи бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, хосатан асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор гирифтаанд ва дар партави ин сиёсати инсонпарварона дар тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ бахшида ба рӯзи маъюбон чорабиниҳои бошукӯҳ дар сатҳи олӣ таҷлил карда истодаанд. Ба ин хотир мо хостем бо ду тан аз маълулон ки дар ноҳияи Восеъ, яке омӯзгор ва дигаре ғолиби озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон, ватани азизи ман, дар даври вилоятӣ суҳбат намоем. Хуб, нахуст шуморо ба барнома хушомадед мегӯем. Ташаккур. خب نخست بیایید شروع میکنیم از استادی عزیز. استاد نخست خودتون معرفی میکردید و میگفتید که شما در کجا کار میکنید؟ اورانی انجین هستم، آلوچی معارف و علم جمهوری تاجیکستان، آموزگاری مکتب رقم 16 ناحیه وسه و همزمان دیرکتور فیلیال کتابخانه رقمی 27 جماعت خدای رجب ناحیه وسه که پیوسته البته در برابر هم پیشه آموزگاری و کتابداری و شعر شاعری نیز رغبت دارم. سلامت باشید. خب نخست شما میگفتید که شوق شعرنویسی از کجا به شما پیدا شد؟ در کجا پیدا شد؟ چگونه شما با شعرنویسی شروع کردید؟ البته برای هر یک ایجادکار باعث افتخار و سربلندی و پیش از همه یک دستاوردهای بی‌نظیر جمهوری خیز است و قبل از همه برای بنده سخنهای پر از حکمت، هدایت‌های پدرانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی امامالله رحمان نباشد که پیوسته در سیاست خویش و مسئله ما معیوبان توجه خاصه ظاهر نموده، همیشه پشت و پناه ما متکای ما گشتند و من هر یک پیام سرور معظم و هر یک سخنهای پدرانه آن کس و من یک شوق و رغبتی به اندازه میبخشد و کوشش میکنیم که همه این دستاوردها، همه این مهربانی ها، همه این پیشروی های جامعه خویش را بر رشته تاثیر بکشیم. سلامت باشید. اولین شعر که شما ایجاد کردید کدام شعر بود؟ آیا میتوانید که دو مصرع آن را برای بیننده ما زمزمه کنید؟ البته مسلم است که هر یک شاعر شعری خود را اول از شعرهای بچگانه شروع میکند و خوشبختانه شعرهای اولین من هم بچگانه بودند. در گرمای تابستان و دیه شدم روان، مهمانی بابام شدم، مهمانی دادام شدم و این شعرها با اون خاطر است که ما پیش از همه باید که با ادبیاتی جدیدتر رو بیاریم، پیش از همه باید که با ادبیات کودکانه رو بیاریم، چون که امروز ما این رو بار دیگر احساس میکنیم. در جوده شعرنویسی هر یک کسی در هر جوده استاد دارد که با اون راهنما میشود و دستی اون رو چی در رشته روزنامه‌نگاری باشد، دیگر پیشه باشد یا اینکه شاعری باشد راست میکنه. آیا در جوده شعرنویسی یگون کسی به شما کمک کرده است؟ استاد شما در این جوده کی است؟ البته من بسیار فخر از آن میکنم که با استادای زیاد همکاری دارم و پیش از همه استاد ابوالقادر رحیم، استاد خیراندیش و از روزنامه‌نگاران ورزیده جمهوری باشد پیش از همه اظهار سپاس خود را به مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه وسه در شخصیت محترم شریف‌رضا جمشید رحمان میرسانم که هر یک روزنامه در ناحیه وسه دو روزنامه پیوسته چاپ میشود، یکی این گلخن وسه و دیگر نشر آموزگاران با نام نوید آموزگار که پیوسته با سر و حریر آن استاد سپاه رجب شعرهای بنده را، مصاحبه‌های بنده را پیوسته چاپ میکنند که من با آنها اظهار سپاس میکنم. اصلا هر یک شاعر، هر یک نویسنده یک سبک معین ایجاد خود را دارد. سبک معین ایجاد خود را. آیا شعرهای نوشته شما بیشتر به کدام سبک شما توجه میکنید؟ البته پیش از همه من کوشش میکنم که ساده و روان نویسم، چون که همون سبک خراسانی که بسیار از زمان استاد روزکی شروع کرده با دل مردم بسیار راه مییابد و یک چیز رو میخوام مخصوص کنم که جوهر اساسی ادبیات تربیت و هدف اساسی ادبیات باشد. این پیش از همه انعکاس واقعیت است.
هر یک شاعر نویسنده باید کوشش کنه که در همون سبک و اسلوبی که خود دارد و هر کس یک سبک و اسلوب خود خاصه خود پیدا کنه، چون شاعری تقلیدکاری را نمیپسندد. شعر باید که یک جوهری اساسی داشته باشه که به دل دیده مردم برسد. سلام باشید. خب بینندگان عزیز، بار دیگر یادآور میشم که هم صحبت ما هستند شاعر آموزگار اکای دوران هستند و باید نگفته نمانیم که شعر اکای دوران رو عدالت بانو در آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من سرایده سزاوار جای یکم در دور ولایتی شدند و همزمان به دور جمهوریوی راه خط گرفتند. خب عدالت بانو نخست می گفتید که برای در این آزمون شما همچون اشتراکچی اشتراک کردن شما را کی راهنمایی کرد؟ اپای فرزانه نعمتزاده به خانه‌مان آمدن، مرا خبرگیری آمدن. بعد از من پرسیدن که چه هنر را داری؟ و من گفتم که غیر از سرودخوانی دیگر یگان هنر ندارم. گفت این بهترین هنر است. گفت بیا، گفت تاجیکستان وطن عزیز من در اشتراک کن انشالله. گفت صدای بهترین داری. گفته همین خیل راهنمایی کرد. منم با گفته همون به همین صحنه آمدم، اشتراک نمودم. سلام باشید. در روندی که شما با آزمون آمادگی میدیدید آیا از سرایندگان یا اینکه استادان صنعت در ناحیه به شما یگان کس راهنمایی میکرد، کمک میکرد؟ اکای بهرام مرادوف راهنمایی کرد از اول تا آخر. با کمک اکای بهرام انشالله که تا ولایتی را آمدیم، انشالله با جمهوریوی را آمادگی میبینیم. اولین سرودی که شما در دور اولی آزمون یعنی در دور ناحیوی سرودید کدام سرود؟ تاجیکستان زیجان شیرین تره. آیا میتوانید که 4 مصرع اون رو برای بیننده ما زمزمه کنید؟ تاجیکستانی زیجان شیرین تره، تاجیکستانی جوان نادل بره، مثل طفل دوست می‌دارم تو را، از تو آید بوی شیر مادرم، مثل طفل دوست می‌دارم تو را، از تو آید بوی شیر مادرم. سلامت باشید، صدایتان خسته نباشد. واقعا هم بسیار یک صدای دلنشین دارد عدالت بانو. و در دور ولایتی وقتی که راه خط گرفتید شما چه احساساتی داشتید؟ هیجان زده بودم، ترس در دلم شیشته بود. خلاصه به خوبی گذراندیم. ترس هم بود، هیجانی هم بود، هم از چیز بود، لیکن با دور یکم خطی گذشتیم. تا جایی که ما آگاهی پیدا کردیم شما در همین دور ولایتی آزمون شعر ایجاد کرده اکای دوران شاعری خوشنامی ناحیه واسه را زمزمه کرده سزاوار جای یکم شد. در انتخاب همین شعر به شما کی کمک کرد؟ من این شعر را به اکای بهرام گفتم، به اکای بهرام هم محفوظ شد. بعد خودش آهنگش یافت. بعد آهنگش یافت بعد تیاری دیدیم هم خیلی آزمونده اشتراک کردیم. در دور ناحیه و ولایتی یک شعر خوندین یا جدا؟ ناحیه واسه در یک شعر تاجیکستان خوندم، ولایتی در دیگر. شما میتوانید که 4 مصرع همون سرودی که در دور ولایتی آزمون تاجیکستان وطن عزیز من سرایدید برای بیننده ما زمزمه کنید؟ من روح و روانی خسته دارم، ارمانی دلی شکسته دارم، من روح و روانی خسته دارم، ارمانی دلی شکسته دارم، افشاگر رو زی عاشقانم، افشاگر رو
ز عاشقانم چون ماه میانی اخترانم چون ماه میانی اخترانم. سلامت باشد. خب آمادگی های شما برای زینه منبعی آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیز من چگونه است؟ چگونه آمادگی ها دیده ایستاده و چی امیدواری ها دارید؟ امیدواری ها امیدم همین است که خواستم همین است که جای اول سزاوار جای اول گردم و آدمای جناب عالی بیند و مرا دستگیری کند به خاطر خارجه بردن به خاطر طبابتم. همین آرزو در دلم هست که من جای اولین گیرم و جناب عالی مرا به خارجه روان کند به خاطر سلامتیم. من میخواهم سلامتیم برگردد، خسته ره گردم. آرزویم رهگردی است و جای یکم را گرفتم. سلامت باشید. ما هم امیدواریم که شما در آزمون جمهوریوی سزاوار جای نمایان میگردید در دور جمهوریوی و با باوری گفته میتونید که امروز حکومت جمهوری ما بر اعلی نمایان است که به طبقه نیازمند جامعه توجه خاصه دارد و همین چاره‌بینی هایی که در شهر و ناحیه ها میگذرد محض توسط همون خاری و دستگیری های به واسطه پیشوای معظم ملت است. شما برای موفقیت میخواهیم. تشکر. بینندگان عزیز بار دیگر یادآور میشویم که هم صحبت ما بودن عدالت بانو غالب دور ولایتی آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیز من که با سرودن شعر شاعر خوشنام ناحیه واسه اکی دوران در این آزمون سزاوار جای اول گشتند. خب اکی دوران شما میگفتید که تا امروز آیا همون شعرهایتان رو در یگان مجموعه جمع آوری کرده اید؟ خوشبختانه تا به امروز 3 مجموعه شعرهای بنده با نام رزمان، مهرنامه و پرستوی خیال از دست چابر آمد و کوشش به خرج میدیم که من یگانه آرزویم بنده همین است که میخواهم که نوبت تا که من معیوب گروه یکم هستم، من شخص امکاناتی محدود هستم، میخواهم که همین در کتابم یک سطر رو بنویسم مؤلف و اسپانسر کتاب دوران جنگی. میخواهم که کتابم رو خودم چاپ کنم و میخواهم که خودم رو به بیاری یگان نفر دیگر چاپ کنم که به جامعه پیشکش کنم. سلام باشید.